کره بادوم زمینی از بادوم خام باشه یا تفت داده شده. این بادوم زمینیه که ما بدون نمک و روغن تفت میدیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بار میکروبیشو وقتی تفت میدیم کلا از بین میبریم، یعنی نگران میکروب و قارچ آفلاتوکسین و این چیزا نباشید. بادوم زمینی، ارده و حتی این مغزیجات کلا ثقیل الهضمه. ما وقتی اینا رو تفت میدیم، البته سالم، هضمش برای معدتون خیلی خیلی راحت تر میشه، سر دلتون نمیمونه. میخوام یه مثال نغز براتون بیارم. چرا ما گداخته رو تفت نمیدیم؟ گداخته وقتی تفتش میدیم قوت دونه بیشتر میشه، هضمش راحت تر میشه. برای همین نسبت به تفت دادن گارد نگیرید. از بادوم خام و مغزیجات خام هیچ وقت کره خوبی حاصل نمیشه. اینجا هایپر سلامت هلسیده. ما توی اصفهانیم، ارسالم براتون داریم، هم از طریق سایت هم از طریق دایرکت. حتما به ما سر بزنید که ما بهترین کره بادوم زمینی و روغن سالم رو توی اصفهان براتون تولید میکنیم.